جان فریاد کی کاری ناسزا کرد فلک جان فرزند از این مادرش جدا کرد فلک جان گفتم میروم پیشی فلک داد گویم گفتا بس سری شو گدا کرد فلک فلک چیل دختر چیل کوکل چیل دختر کنه چیل دختر چیل گلند این دختر کنه او بودش کنین مردانی تاجیکستان دو میگیرن از غای از این دخترانه فلک میکند که با گماهای نه تنها مقرری بلکه با گماهای غیر مقرری آوازخوانی هم نوازندگی دوچار شدیم با آنها.
پرده بندی ندارن، یک لخت هستن. سازهای موسیقی که پرده بندی ندارن تمام امکانات ها را دارن. دنیا به مثال یک رباطی دو در است، هر روز در این رباط خلقی دیگر است. خبر برخیز دنیا را نگر. ای به خبر برخیز دنیا را نگر. ای به خبر ای گاه مستی خمارم باشی، دسته گل در کنارم باشی. گاه مستی خمارم باشی، دسته گل در کنارم باشی. دسته گل در کنارم باشی. 20 سال شادیه ارمان باشد حیات با توی ای جان تاجیکستان. ای سرچشمه باغی بلبلان ای وطنم، ای خوش باد و هوای بوستان ای وطنم جان. حال خود گفتی بگو بسیار اندک هرچی است، صبر اندک را بگویم یا غم بسیار را. ای عالمی نور تاجیکستان، پیران تو زور تاجیکستان، کس خواب زیارتت بخوانند از کشوری دور تاجیکستان. امروز فلک خانی فاطمه مشرب رو گوش میکنیم. تیار هستی فاطمه؟ بله استاد. آفرین. خب البته شما تحلیل کنیم. چینم به بلندی هات را یاد کنم، فریاد کنم مگر جوابم ندهده. خاک های زمین بر سرم باد کنم، خاک های زمین بر سرم باد کنم.